بعید میدونم بعد از یاد گرفتن این سه تا هات چاکلت دیگه تو کافه هات چاکلت سفارش بدی. بریم یادش بگیریم. هات چاکلت اول کلاسیک، شیر، پودر کاکائو، شکر یا شکر قهوه‌ای، یکم عصاره وانیل و خامه. یه همه ریز. بریم رو گاز. یه قل بخوره آماده است. یه طعم نوستالژی میده، طعم بچگی میده. هات چاکلت دوم فرانسوی، شیر، شکلات خرد شده، پودر کاکائو، چوب دارچین، یکم هم عصاره وانیل، یه کوچولو هم. بریم روی گاز. مدل قبلی یه کوچولو غلیظ بود، این از قبلی دقیق‌تر. عطر دارچین محشر توش. هات چاکلت آخر ایتالیایی، شیر، شکر، پودر کاکائو، شکلات تلخ، یه همه ریز. بریم رو گاز. رسیپی یه هات چاکلت رژیمی هم تو کپشن براتون میذارم. این یکی از همش غلیظ‌تره. غلیظ و خوشمزه.